به نام خدای جهاندار جان آفرین، حکیم سخن اندر زبان آفرین. حمد و سپاس مر خدا را که صنعش در وجود آورد ما را. هر دم از ما صد درود و صد سلام بر رسول و آل و اصحابش تمام. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. السلام علیکم برادران اهل اسلام، مهمانان گرام قدر. الحمدلله ما در این خانه مبارک، یعنی در توی نیوره های بخشا خدا خواهد حضور داریم. این دو عروس است. الحمدلله دو عروس به این خاندان انشاءالله قدم رنجه میکنند. خیلی که بزرگان دعا کردن، ما هم دعا میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم الف بین قلوبهم کما الفت بین آدم و الحوا. پروردگارا بین این دو نوجوان الفت محبت پیدا نما و آن محبتی که پیدا کرده بودی بین آدم و حوا. اللهم الف بین قلوبهم کما الفت بین یوسف و زلیخا. پروردگارا بین اینها الفتی پیدا کن و محبت پیدا کن، چنانه که الفتی محبت پیدا کرده بودی بین یعنی یوسف و زلیخا. اللهم الف بین قلوبهم کما الفت بین محمد المصطفى و خدیجه الکبری. ای پاک پروردگارا بین این دو نوجوان محبت و الفتی پیدا نما، چنانه که محبت الفتی پیدا کرده بودی بین محمد مصطفی و خدیجه الکبری. اللهم الف بین قلوبهم کما الفت بین علی المرتضی و فاطمه الزهرا. ای پاک پروردگارا بین این دو نوجوان محبت پیدا نما، بین این جوانان آنچه محبتی که بین علی مرتضی و فاطمه الزهرا پیدا کرده بودی، خدا در آینده فرزندای صالح و صالحه از خزائن غیب خودت الها کرامت نمایی و چون این روز خرسندی شادی را با کل خاندان ما الها نصیبه بداری. امروز صحبت ما انشاءالله خدا خواهد یک چند یعنی صحبت یعنی درباره داماد و یک چند درباره انشاءالله عروس انشاءالله صحبت میشن. باید که یعنی بچه ها را وظیفه های خودش بدونن و دخترها را وظیفه های خودش بدونن. اگر انشاءالله یعنی مهر محبت زندگی انشاءالله خدا خواهد شیرین میشود. یکی زندگی انشاءالله شرطاش همین است الفتی است و یکی دیگرش محبت است. عزیزان من، تا محبت نباشد یعنی الفتی بین این دو نوجوانان نباشد، این انشاءالله خدا خواهد زندگی شیرین هم نمیشود. چون که در اسلام هم نقض دیدن جایز است، یعنی دیگر دوست داشتن محبت بستن در اسلام عزیز جایز است. عزیزان من، نه بلکه امروز جوانای ما شما میکنن یک بار دو بار انشاءالله با واسطه شریکاش یا که با واسطه پدر و مادر دیگر دیدن یک دیگر انشاءالله درست است اسلام در. لیکن صدها افسوس که امروز جوانای ما شما این محبت هم رسوا دارن، این انشاءالله خدا خواهد عائله هم رسوا دارن. گویا که مثل یک اروپا امروز خدا خواهد انشاءالله محبت بس زندگی دارن. باید که از الله بترسیم. اصلی صحیح نکاح محترم جماعت خانه‌دار شدن این نکاح هست. باید که با نکاح صحیح انشاءالله خدا خواهد یک جای شان انشاءالله خدا خواهد. بینین میگردیم به صحبتی که خدا خواهد پیامبر صلی الله علیه و سلم انشاءالله گفتن در دنیا 4 زنی بهترین است. یکیش الحمدلله خدیجه، یکی دیگرش بی مریم، یکی دیگرش فاطمه رضی الله تعالی دختری بهترین رسول الله صلی الله علیه و و یکی دیگرش آسیا زنی انشاءالله خدا فرعون. ما درباره خدا خواهد صحبت توی دیگر کردیم درباره فاطمه. امروز درباره خدیجه میکنیم یگان دیگر توی شود. هر 4 خدا خواهد بهترین زنها را انشاءالله خدا خواهد دیلاش میکشویم و سهم شما عزیزان میرسانیم. همین خدیجه ابن خویلد میگنش عزیزان من، زنی بهترینی مکه بود، زنی بایترین. امروز اگر در دنیا گیم که ازبکستان عثمانوف، اگر گیم که خدا خواهد انشاء علیشیر عثمانوف ملیاردر که همه آرزو میکنن، در زمان پیغمبر صلی الله علیه و همین خدیجه ملیاردر بود که یگان کس پولش برای بحث شدن نیست در اهل مکه. میگن همین زن دائم انشاءالله خدا خواهد دعا میکردن که یک شوهری خوبم تیه. بینه نزدانی من دعاش الله اجابت کرد و میگد سبب خدا خواهد انشاءالله یعنی شدن این یک روز ابو طالب میگد که میگد محمد میگد من هیچ پول ندارم، بچه هم بسیار است،
چی خوب میشد که یک پیش هم خدیجه را بگم یک پرت یا مال تیار کنه، یک 10 تا خدا خواهد برفروش و بیا، بعد من یک خانه دارت کنم. چون که رسول الله یتیم بودن، پدرش خدا خواهد در شکم مادر 6 ماهه وفات کردگیان. مادرش و عزیزان من 6 ساله بود، پیغمبر نازنین از مادر هم جدا شدن. یتیم در دست امکا ابو طالب تا 3-4 سال تربیتش کرد. آخر عبدالمطلب گرفتش. حضرت علی کرم الله وجهه پدرش انشاءالله هیچی نداشتن. گفت خوب میشد. گفت امک جان برفت میگه خدیجه را. گفت خدیجه هم گفت که شد. گفت پرتی من تیار میکنم خبرش میتیم، چون که چند هزار خدمتگار داشت. باره تیار کردن میگه. گفتن که تیار شد. میسره گفتگی یک تا کنیز شه انشاءالله خدا خواهد یک جا کرد. گفت با محمد میروی آنچه که میبینی با من میگوی. من قصه میگم چون که وقت زیق است انشاءالله خدا خواهد. این قصه دراز است. خلاص کلام پرت یا باره میگیرد ره میبراین. وقت شد تراکتی میرفتن. وقتی که میبرد ابو بکر کتی حمزه و میخرن در ره. میگن این احمقش خدیجه رو بکی یک آدمی نادانی بی سواده راهبر کرده سودا نفو. این بانکراش رو رسا میشه. نمیدونه که دوستی خداه محمد علیه السلام انشاءالله حبیب دلهای وی و یا الله سبحانه و تعالی خودش حمایش میکنه. میگن عبور مدن میگه آفتاب گرم شد، در بالای رسول الله صلی الله علیه و سلم یک ابر روی زان تیکه بازی میکرد، سایش کرده میرفت. مثلا میگه چنان میگه در سفر راحت کردم، یگان مشقت یگان مشکلی نشد. وقتی که ما رفتیم میگه سودا کردیم، از همه زیاد سودا خوب شد. چون که برگشته میگه آمدیم خدیجه هر روز میگه طرف شام نگاه میکرد بی سرم جون بود که کی محمد میومد باشه. وقتی که محمد اومد میسره گفت بیا کنیم بشی بچم چی حادثه ها دیدی؟ گفت وقتی که در ره میرفتیم سنگا درختان محمد نه سجده میکردن، السلام علیکم و رحمت الله میگفتن. این عجب معجزه، این جوانی دیگر است. گفت من تا حال بچم که سودا رفته این خیلی خدا آدمی توری در سوداش برکات ندیدم. خدیجه محبتش بازم زیاد شد. میگه 2 شوهر کرگی بود، 2 تا بچه داشت. عزیزی من از محمد 15 سال کلون بود، 40 ساله بود. پیغمبر نازنین محمد علیه السلام همگی 25 ساله بود. میگه وقتی که برگشتن میگه سحرش میگه ابو طالب اومد گفت خدیجه گفت آخی گفت حقی محمد نمیتی؟ گفت پگه بیا. خلاص 3-4 روز کشالش کرد. آخر یک روز ابو طالب در غضب شد، اومد گفت که ای خدیجه انصاف داری، تمام مال مردم دادی، این یعنی من کم بغل یتیم گفته تو مذاقش میکنی؟ نه گفت خودش بیاید، خودش بیا پشت در خودش میتیم. وقتی که رسول الله اومد یگانه در تاریخ خواستگاریش دیگی مادر خدیجه است که گفت یا محمد گفت یک آرزو دارم، اگر همه آرزو من بخواهی گفت اجرا کنم. آرزو چی است؟ گفت من در نکاحت بگی باقی مونده عمر من در خدمت تو صرف کنم. میگه خواب. گفت یکی گفت محمد بین برای بایگریش نگرفت. محمد گفت خدیجه را 3 شرطت میمونم، اگر همین شرط اجرا کنی من در نکاح ندارم. چی شرط؟ گفت یکم گفت تمام یعنی خدمتگارات آزاد میکنی، یعنی تمام دنیا تا گفت با مردم کم بغلا تقسیم کرده میتی. و 3م انشاءالله شرطم یک تنی تو به من در کار است. خلاص خوب گفت من راضی هستم. گفت بیا گفت اول نکاح بکن. گفت من تمامی چیز من برای تو میبخشم، چی بخوای بکن. میگه گفت امک ما پرسیم ابو طالب پرسیدن، ابو طالب راضی نشد. خدیجه مادر میگه یک قسم بار زد به پیشش، برای گفت تیز گفت تا که دنیا چشمش بگیره. یک بار نه با دیم بار یک پرچه چیزای پول و مالش داداد که راضی شد. گفت که من امک دارم. گفت ورقه ابن نوافل حافظ قرآن تورات و انجیل بود. عزیزی من گفت هوایم پرسیم آخی امک من. میگه یک جای رفتن، میگه همون خونه، در همون خونه یعنی ورقه را راضی کردن. ورقه الحمدلله نکاحش نخوند.
انشاءالله بیان 400 درهم میگد پیغمبر علیه السلام خدیجه را در نکاحش درآورد. همون وعده که کرده بود تمامی کنیزاش آزاد کرد، تمامی ماش کمبغلان تقسیم کرده داد، یک تن و یک جان زندگی را انشاءالله خدا خواهد سر کردن. الله سبحانه و تعالی 6 فرزند همین دادش. بین 6 فرزند چنان خدمت میکرد که بیکم و کوست. اولین زنی که در دنیا ایمان آورد همین خدیجه بود. عزیزان من، پیغمبر چنان دوست می داشت، یک لحظه سرکشی نمی کرد، دایم در دمگاش، دایم انشاءالله. من یکم قرآنم اومد، وقتی که قرآن قبول کرد پیغمبر صلی الله علیه وسلم اومد گفت دستیرونی دستیرونی. ای خدیجه گفت من بکور پیچ تا ای که لرزه من قرار بگیرد. پیچیدش. گفت محمد چی گپی؟ گفت یک فرشته است، یک چیز دیدم بانگ میزند از هر کجا میترسم. من گفت نترس. گفت تو به این قدر خوبید، به این قدر سخنی زیباگید، به این قدر شیرینید، باید که تو دیوانه نشی. میترسم که دیوانه نشم. با میگه گرفتش پیشی ورقه بردش. گفت وای کی است؟ گفت که جبرائیل است. پیشی ورقه رفتن، گفتن امر جان همین یگان کتاب تورات این جبرائیل گفتگی میدانی؟ گفت این جبرائیل گفت فرشته است. گفت همون پیغمبر پیشین نمی اومدین، این جبرائیل است، این همان پیغمبر است. گفت بعد همان پیغمبر است که الله سبحانه در قرآن تورات انجیل خبر داده است. خدیجه گفت هوشیار باش، حالی محمد از سرش بسیار مصیبت می آید. این در کتاب دیگر کتاب ها بوده است. این بدبخت های خدا خواهد عالمای همون یهود و نصاراها همون موضوعاش گرفته پرتافتن، قرآنان تغییر دادن، تورات انجیل. حالی گفت این از مکه بدرگش میکنن، محمد بسیار آزار میکشه. کاش که من زنده می بودم و در همون وقت یادمش میکردم. اندک وقت میگد ورقم میگد جان به حق تسلیم کرد. عزیزان من گفت هوشیار باشین، همون پیغمبر است. گفت انشاءالله خدا کرد. یکم اولین ایمان قبول کرد خدیجه رضی الله تعالی عنها است. عزیزان من، لا اله الا الله محمد رسول الله گفت. اولین از بچه های کلون ابوبکر صدیق قبول کرد، چون که ابوبکر که از کودکیش دوستی داشتن پیغمبر صلی الله علیه و سلم. گفت کیا میگم؟ یگانه گفت خدا خواهد انشاءالله که خدا در کورپا پیچیدگی بود. خدا گفت استعیذ بالله قم یا ایها المدثر. سوره مدثر اومد، یا ایها المدثر قم و ربک فکبر. ای گفت با کورپا پیچیدگی اگر نجات خیز گفت وقتی خواب نیست گفت و ربک فکبر. خدا را یگانه بزرگ بودنش در مردم اعلان کرد. اعلان که گفت که خواب نره، گفت وقتی خواب نیست. بینین پیغمبر اسلام خیست یگانه یکم زن وی. ابوبکر از کودکا حضرت علی، این قصه هاش از حضرت علی خدا خواهد در خانه پیغمبر میگشت. انشاءالله کودکا آورد. 3 کس یکم اسلام قبول کردن، یکیش خدیجه بود. عزیزان من، الله سبحانه و تعالی 6 فرزند داد، چنان خدمت کرد که بیکم و کوست. مثل زنهای ما شما سرکش نبود، مثل زنهای ما شما گبگردون نبود، مثل زنهای ما شما دلازار نبود. چون که سالی که خدیجه مرد، سالی چی اعلان کرد پیغمبر؟ سال محزون، سالی خدا خواهد غم اندوه اعلان کرد پیغمبر صلی الله علیه و در مکه. چون که بسیار 28 سال حیات بردن، در دوام 28 سال محمد راحت کرد زندگی کرد. انشاءالله خدا خواهد این دخترایی که خدا خواهد از کوی دختری خانه هم دمشه میگرفت پیش خدیجه را خدا خواهد حرمت شنه، عزت شنه، مهر و عاقبت شنه. من پیامبر علیه السلام با خدیجه میگه تاریخ ها زندگی میکردند، پیامبر السلام یک تاشو چای دم کنه، یک تاشو نون میآوردین. ببینید این که شما جنسکای موزیکای کارا جدا کردین، گویا که همه خانه کارش از زنک، همه فقط کار از مردک فقط پول یافتن در کار اومده، فقط خدا خواهد پول در دستش بالا دیوار نخونه. نه، پیغمبر علیه السلام یک تاشو چای دم میکنه، یک تاشو نون میآوردین، یک تاشو جاگه کنه، یک تاشو جاگه جمع میکردین. حتی ببینین که عزیزانی من ساعت کتی بچه نگه میکردین. 6 فرزند دادگی همین خدا خواهد، 2 بچه و 4 دختر. بین انشاءالله خدا خواهد. حتی میگه در پایستانی بچه ساعت کتی رسول الله میشین، 3 ساعت رسول الله، 3 ساعت انشاءالله خدیجه. اینه کی دوست نمیداره؟ پیامبر علیه السلام انشاءالله خدا خواهد همه کارا کرده، همه کای زنکا نون بستگی. عزیزانی من بز جوشیدگی، خانه رفتگی، همه اعمال هایی که زن ها میکنه پیغمبر لباس خودش میدوخت.
محمد علیه السلام. ببینید عایشه گفتن که محمد در خونه چیکار میکنه؟ گفت خودش لباسش میدوزه، خودش آب چایش تیار میکنه. حتی که میگفتنش که یا رسول الله آخه همین آب چای طهارتونه ما تیار کنیم چی میشود؟ میگفت اگر من خودم بتونم شما گم ظلم کرده میشم. امروز ما که یک سوال دیگه نسبت زنها ما امروز چیکار داریم؟ نسبت زنها ما چی معامله داریم باور میکنیم؟ همچی یک چوری همچی یک کل معاملهش میکنیم ان شاء الله. خدا خیر این خیلی نیست که اسلامی عزیز ان شاء الله. خدا خیر ببینین بعد خدیجه مثال چنان الحمدلله بعد مردنش هم لذت های زندگی ان شاء الله. خدا خیر حتی که محمد ان شاء الله حتی در کفن خدیجه از جنت خداوند کفن فرستادگی است. در روز میگه خدیجه که ان شاء الله خدا خیر شیشتگی بودن در رسول الله در غار حرا بود. خدیجه میگه کنچه در دست اومده صداد جبرائیل امین دید گفت همین زن گفت بشارتی به جنتی است. یک چیز آورده ساده میدانی اونجا من حاجی ها میدونن قریب 2-3 ساعت برمده میفرای. خدیجه شبها از ترس قومی بدبخت ملعونی ابو لهب ام ایمن خلف خدا زده ها شوکه بیچاره همونجا برمده میفرمد. رسول الله چون که اعتکاف در همونجا اشتن قرآن در همونجا قبول کردن گفتن خدیجه یک افقاد گرفته و مسعود است بشارتی به جنت شده. حتی در وقتی وفاتش میگد از جنت کفنش آوردن. عزیزان من از چی؟ از خدمت خالصانه نسبت پیغمبر کردنش، نسبت محمد صلی الله علیه و سلم کردنش. عزیزان من چنان خدمت های خوب کردن ان شاء الله. این پیغمبر گفتن که ایو امراتین ماتت و زوجها عن راضین دخل الجنه. کدام زنی که گفتم وفات نکند شوهرش ایوه راضی باشد و جنتی. عزیزان من ان شاء الله. خدا خیر یاد نبران انشالله. اعظم الحق الان میگه علال مرأه ابوها و امها بهترین حق میگه بالای بچه ها حقی که میگه حقی پدر و مادر شه. بچه های عزیز اگر پدر و مادر انشاءالله راضی باشه الله راضی میشه. خدا خیر اگر پدر و مادر ناراضی باشه جا دوزخه. حوالا نشه رسول الله گفتن که شما 2 جنت داره یکی پدر و مادر یا خلا یک جنت دارن یا یک پدر و یک مادرش. عزیزانی من همین پدرها جنت شما هست یا که دوزخ شما میشود ان شاء الله. زنها ده چی؟ اعظم الحق الان یعنی بهترین حق بالای زنها حق ان شاء الله شوهرش. عزیزانی من حقی آتش نیست حقی آپش نیست حق شوهرش. اگر شوهرش راضی باشه الله راضی میشه. الا خدا خیر راضی نمیشه چون که پیغمبر گفتن که رضا الله فی رضای زوج رازگی خدا در رازگی شوهر است و غضب الله فی غضب زوج غضب خدا در چی است؟ غضب پدر و مادر. عزیزان من در حق شوهر شه. اگر از زن اگر لیز شو نماز خونه طاعت کنه عبادت کنه کوچه نبرایه اگر خدا خواهد شوهرش ناراضی کند وای دوزخیه آره نشه. خدا خواهد انشاءالله. دویم قبلگاش همینه بدی قبله معتبر قبله که هم نست خدا خواهد انشاءالله. پیامبر اسلام گفتن یک اعرابی اومد پیش پیغمبر. ببینید یک اعرابی اومد پیش رسول الله اومد گفت که من نبی تو اگر پیغمبری بر حق باشی همین درخت خرما دیده ساده 10 متر رو چت نه همین درخت بگو پیشت بیاید. برو گوش گفت محمد به تو سلام گفت بعد سلام محمد را دعوت داره پیش برفت میگه درخت گفت که محمد به تو سلام میگه بعد سلام پیشم بیا. یک باره میگه درخت بریشه و پیش خسته اومد قدم زده پیش محمد اومد تعظیم کرد. میگه بعد با پیغمبر که برو در جاد بیس با گشته برو گفت دیدی حالا اگه جواب خست که محمد نه چیکار کند تعظیم کند گفت که نه. گفت تو تعظیم کردن انسان با انسان جایز نیست. من سجد لبنی آدم فقط کفره. کسی که گفت آدم نه سجده میکنه وای کافر میشه. گفت اگر گفت میدانی گفت عربی اگر خدا سجده کردن میفرمود من زناش میفرمودم که شوهراش نه سجده کنن. از جهت چی؟ از جهت حقش بزرگیش. عزیزانی من از جهت حقش انشاءالله خدا خواهد بلندترینش. اگر گفت خدا آدم از سجده کردن نمیفرم نه که خدا گفت سجده کردن نفرموده انشاءالله. خدا خواهد بینین عزیزانی من کدام زنی که میگد من 5 وقت نماز خوند عزیز صحیح است 5 وقت نماز خوند انشاءالله بامداد پیشین عصر شام گفتن و صامت شهرها و انشاءالله 1 ماه من خدا خواهد 1 هفته بعد ماه مبارک شریفی رمضان است
میگه همین ماه شریف رمضان روزش دارد میگه و خود چه میگه مردای بیگونه پناه کند لیچک نگردد در کوچه ها حجاب داشته باشد اینین و اگر شوهرش راضی کند میگه از کدام دروازه جنتی که خواهد 8 در جنت دروازه دارد از کدامش اراده کنه خدا داخلش میکنه. این برای زنها یک شانس است این یک بخت است از زنی من چون زن برای یک کس آفریده یاد نبرو دختر برای یک کس است نکاح کشیدید برای خط است خلاص برای بیگانه نیست برای دیگر مردم نیست عزیزانی من خدا خواهد انشاءالله حقی که خدا خواهد انشاءالله باید حرمت کنی عزت کنی انشاءالله خدا خواهد یا دیگر خدا خواهد فهمی خدای تعالی خدا خواهد جنتش میکند. عزیزی من از الله سبحانه و تعالی انشاءالله بترسیم از الله سبحانه و تعالی ترسیده خدا خواهد انشاءالله ما شما از مردها مکن حق دونه بگم باش هوا نگیره با خدا خواهد بت زنک نبده گفته باید بره مردک آندم حق است 4 حق در بالات است عزیزی من پیامبر اصلاحات منزن کی و حقی گفتن یعنی زنها بالای مرد 4 تا است یکم خدا خواهد انشاءالله به خانه تامین کردن. عزیزانی من مرد خدا خواهد به خانه تامین کردن زن در گردن مردک است. کتاب انس الواعظین میگه برای انسان 3 خونه در کار است 3 خونه فقط 3 خانه سنت بده 3 خانه یک تاش برای زن و شوهر الهیده. عزیزی من از همین که سرچشمه که ماند تا دم مردنت باید جاگه جدا نباشد برای یک خانه که الهیده که گفتید همون خانه الهیده خدا خواهد بزن زندگی کردن در کار. یک خانه برای فرزندها عزیزانی من چون که عزیزانی من وقتی که دختر میگد بنو دورمد بچه که میگد انشاءالله بعد 12 که دورمد جاگش جدا کن پیشنوه خواب نکن هر خیل حالت ها میشود. این بیچاره ما میترسونگی ما شما هستیم ما شما خدا خواهد عجینه هستیم امروز ها دروازه تق تق کرد های اومد خدا خواهد 18 سالش هم آتش هیچت خوره اپش هیچت خوره بلا میزنش هیچی نمیزنش خدا خواهد ما خود ما عجینه ایم های تق تق کرد حق پق پق کرده باور میکنی اگه خیلی زنها میگه ما شما مخدوم بیرون میبروریم امره روز مردک نشیده تو ورنه مردک تو چموی چی هستی تو ای چی میترسی تو از پروردگاری عالم ترس همه چیز تو میترسد مردک میترسیده بعدی شما میگه من کوچه برمان میتونم مرد یک باره و تو خدا مردک کرده تا موجه کرده تا برای کوچه آفریده برای خدا خواهد زندگی را جنبوندن آیله تا پدر مادر تا پایستن تو را موجه کرده خدای تعالی بترسی یک باره بعد از کاش که خدا میترسید انشاءالله خدا خواهد هرگز گناه نمیکردی هرگز از تاریکی نمیترسیدی هرگز از کوچه نمیترسیدی هرگز از مردم نمیترسیدی خدا خواهد به نماز نمیشیدی عرق خور نمیشیدی زناگر و دزد و قمارباز نمیشیدی ای خدا نمیترسیدی تو از نکی تاریکی از مخلوق ای درد خدا خواهد ای گاو میترسی ای خدا ترس انشاءالله خدا خواهد. یکی دیگرش میگه مهمان خانه باشد برای چی؟ انشاءالله خدا خواهد مهمانا الهیده یک خانه که نمون خدا خواهد پیش زن نیار هر مردکه ممکن نیست خدا خواهد انشاءالله خدا خواهد همین خانه مهمان که اومد عزیزی من آخی حضرت عمر بین وقتی که مهمان میومد است راست میستاد است میفتر نمیشینی فرشته راست هستن یک آدم یک خانه مهمان شده زنش آوردن گفته بچه تماشا کردن گرفته هیچ میره نکنده خمشو هم دیده خیزم بچه دیده بوده به جوره چشمتا نمیگیری خود پیشته چیگه پای اخت خودت آوردی شو چیکار کنم من آخه میمری نوریش اخته تا عردهشونه نه یک خدا خواهد با کاش که ما زنهای ما شما حجاب کرده با تمام وجودش میتوه خمشوه اخت خودت آوردی شو منم مجبور کردی من تماشاش کنم نکی کار خدا خواهد خودت خیز شایت بیار خودت خیز از دستت نمیشکنه خدا خواهد انشاءالله زن تا حمایه خدا خواهد انشاءالله با بعضش میگفته کی بچه ها خیلی پیش جوران برمده بیا گو با کلن سلام که خدا خواهد انشاءالله جوه سر تا خدا جورت و تو برای تو برای جورت نگفته و خدا خواهد انشاءالله برای رکلام نگی خدا خواهد کوچه با کوچه و خوشش نوسمه ده پیغمبر سنت کدام مرده که زنش میگه که خود تا زیبا کو کوچه برا مردم تماشات کنه گوه که ملده زن زیبا بده لعنتی خدا بر تو میباره خدا خواهد دیوس میشه الدیوس میگه لا یقیر خبث الدیوس پیغمبر میگه که الدیوس که گفتن الذی یقیر الخبث فی اهلی
کسی گفتن کارهای بد در خانهش روا میبینه خدا خواهد انشاءالله. سر میتیزن شبه ملا در کوچه و در دیگر چیزا دیوس میشه گفتن. حتی در پیشتاق جنت نزده بگی الجنت حرام علی دیوس. نماز خونیم، طاعت کنیم، عبادت کنیم. زن تو میپوی، تا زن نمیپویه انشاءالله. یکی دیگرش خوروندنه انشاءالله خدا خواهد خور. اگر بازار نه آش خری آش بیار، گوش خری گوشتش بیار. عزیزی من خدا خواهد انشاءالله. اینم انسانه، اینم عرض طبیعتش میکشه خدا خواهد. تو چای خونه نده، اول آیلت تامین کن خدا خواهد انشاءالله. یک بچه میگه که 2 کیلو گوش میخردم، میگه سکه 1 کیلوش کردم، میگه رسید دسته من نیم کیلوش که 200 گرمش که گفتم تو ای هفته سه شمی بس 200 گرم و نمیخوره را بته خدا خواهد انشاءالله. و همون گوشت اند در دیگه بالاش سیما کتی کشوا که همون گفتم اون گاگا بو کشیده هم میگرده گفتم مرای روز گفتم تو همین گوشتم گم میزنی در جامعه. این وظیفته که خدا خواهد انشاءالله. امام اعظم رحمت الله علیه گفتن که کسی که بای نفقه بایی میتی، اگر پول بایدار هستی خدا خواهد هر روز آش کرده ششتیکش که میتیزن تا. اگر میانه حال باشی میگه گاه آش که میگه گاه میگه شربا که. اگر کم بغل باشی فی ای حال در حالت خیرت خواهد تو اونی چی یافی میخرونیش. این وظیفته ای. زن وظیفش نیست. فردوسی بزرگ چی میگن؟ زنها را بس از یک هنر نشینن در خانه و زاین شیرانی نر. وای وظیفش هوای بیچارم نر بچه ها تولد میگیرن، نر دخترکا هوای خودش بس شه. خدا که 1 2 تا بچه بندی تا اگر خدا بتیاد من پیش ما کودکا میبرن دامنا میگه دهنش همی کلیش اوریه هیچ علاج نیست. همی کلیش کردی 5 6 تاش مردم نه شب نه روز خمیخه تا ساز اگر او زنک پیر میشه. هوای باشه با برمده کچی نه با برمده خدا خط نه خدا خط سعودی چینی براوه با برمده تونه. این کدام انصافه؟ همین انصافه که خدا خط اینشو همون وظیفه بچه پایش، همون وظیفه تا تامین کردنش، شب و روز قطیت خواه رفتنش خودش کاره. از خدای عالم بترس، ناموس که خدا خواهد انشاءالله الله داده خدا خواهد شکرانه که شکرانه نعمت بکن انشاءالله خدا خواهد. این زنی اول زنی خوبه، زنی اولش اصله میگه، دیمش کسله، سیمش مرگه. من دیم سیم زن گفتگی و دیدگی هستم خدا خواهد انشاءالله. حالش وایه هر روز در تکش ششتی که برشه گشته ها کلپسه ها هست نه کلپسه گفت. این بیچاره نه کلپسه طلب میکنن نه چای خشو طلب میکنن. بیچاره شکرانه کرده ششته. این ده شکرانه شه بجا بیار خدا خواهد. من امروز سوال میتن که من باعث جداشه خانه در کجا است؟ بچه ها شما خدا خواهد این زن گفته با دیگه کس نزدیک است، همین باعث ویرانی خانه ای. دختر خدا خواهد تو گرفته بال بافنیک دارد. این مصیبتی جداشه خاندان، چون که مهرت نمیمونه به این. چون که او بدبختی او خدا خواهد او به ایمون ترا گپای خوب زدن میگیره مرمت خرمت فلانت کنه میگه این بیچاره او گپا گفتن نمیتونه چون که ناموس داره آر داره. حتی خدا قرآن میگه اگر زنهای میگه کافرا شما را میگه عجب تو دم باشه زنی مسلمان گیر، چون که این خدا خواهد ایمان دارد خدا خواهد انشاءالله. اینا تعلیمش بده فهمونش خدا خواهد انشاءالله. من 5 نمود بوسه کردن است اسلام ده. این بوسه را فهمون آخی زنه که از دهنش بوسه کردن سنت است. یا باشه میگه که آخی من بوسه نمیکنه آخی فهمونش کتن آخی آموزشته. دختر از پیشانی بوسه کردنش سنت است از زانی من. دختره گفت مبادا از خانت بیاد خیز از پیشانی بوسه کن انشاءالله خدا خواهد. عالما را از پشتای دستاش بوسه کردن سنته عزیزانی من انشاءالله خدا خواهد. مادر خدا خواهد فرزنده از پیشانیش بوسه کردنش، یا ما مادرها را که به خدا خواهد انشاءالله شخصی معتبرن از پیشانی هاشو بوسه کردن سنته. انشاءالله مادرک تبرا خدا خواهد بوسه کن انشاءالله. یک شبک دمگشت را خورم مثل کودکت و غنیمته. بگه انشاءالله از دنیا میگذرد بعد حالا سرات میزنیم. گفتی شاعر که محل گشتن نمی آید دوباره، صدها زنی سری خود به سنگ خاره و سرها سنات زن. کاش گو یک شبک می اومدم جاگه زن متر می کردم و یک بارک با مادرم خواه می رفتم. اما دورهای کودک تبیاب گو مادر جان یک جاگه کن خدا خواهد از بوی تو من سیر شوم خورم انشاءالله خدا خواهد با مادر. وای غنیمت خدا خواهد انشاءالله. وای ها منبع خدا خواهد جود و سخاوتن. یک کودک بین مادرش میمرد بعد این مردن بعد بچه میبیند که لای بازی دارد میگه بچه هم لای بازی نکن دستکار چیرک میشه. میگه پدر جان میگوی که تو آدم از خاک بیناشتگی بیا یک مادر سازیم.
امروز کودکان تا چی اندازه آرزوی خلاقت مادر میکنن، آرزوی پدر میکنن. عزیزی من، پیغمبر اسلام از 6 ساله مادرش مرد، میگن با تیشچه قبر میکافت، تیشچه کتی قبر میکافت. ایمن خدمتگارش بود، گفتن چیکار میکنیم؟ محمد گفت مادر ما گفت در خاک میسپاریمش. وقتی که در خاک سپاریدنش میگه چیکار میکنیم؟ گفت روش نمیخوام، گفت که روی مادرم خاک شود. گفت که علاج نیست. گفت محمد، حالی خود 6 ساله بود، میگه در و خاک کشیدن از همون میگه راه تا مکه پیش به پیش اومد حرمتی مادرش میگیریست. مادر خدا خواهد چوه گم نمیزنی؟ چوه یک بار من نگاه نمیکنی مادری جون؟ بین پیغمبر اسلام با آرزو پدر ندیده، مادر از خدا خواهد مهر سیر نشیده گذشته برفتگیان. هر روز درباره پدر مادر پیغمبر وصیت میکرد، ما را وصیت نصیحت میکرد. عزیزی من، از الله بترسیم. خدا خواهد انشاءالله صحبت کنیم، صحبت بسیار است عزیزانی من. انشاءالله هوا هم خنک است، انشاءالله خدا خواهد ما با شهر فرغانه میرفتگی هستیم. الحمدلله عزیزانی من، خدا خواهد انشاءالله با خدا مناسبی ند روزای خوب هم صحبت میشیم انشاءالله. خب یک غزل میخونیم نوشم، یک بقاری محترم میتیم، یک انشاءالله خدا خواهد قرائت میکنن انشاءالله در حقی گذشتگان این خانه و خدا مناسب بیند انشاءالله با یک دیگر روزهای خوب و شما عزیزان انشاءالله خدا خواهد هم صحبت شده. با شما عزیزان انشاءالله خدا خواهد صحبت کردن الله انشاءالله خدا خواهد مناسب گردوند. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد، اللهم بارک علی محمد، اللهم صل علی محمد، اللهم بارک علی محمد. موسی موسی میزد عصارام، بر فرخی سنگی خارام، میخواند این دعارام، صلوات بر محمد، صلوات بر محمد. موسی میزد عصارام، بر سنگی فرخی خارام، میخواند این دعارام، صلوات بر محمد، صلوات بر محمد. ما محمد ندیدیم، نامی خوشش شنیدیم، دینی او برگزیدیم، صلوات بر محمد، صلوات بر محمد. ما مصطفی ندیدیم، نامی خوشش شنیدیم، دینی او برگزیدیم، صلوات بر محمد، صلوات بر محمد. یوسف زی بحر چاهی، یونس زی بحر ماهی، میخوان صبحگاهی، صلوات بر محمد. یوسف زی بحر چاهی، یونس زی بحر ماهی، میخوان صبحگاهی، صلوات بر محمد، صلوات بر محمد. اللهم صل علی محمد، اللهم بارک علی محمد. وصفی تو که لایقی این ناکس است یا رسول الله، واصفی تو خالقی عالم بس است یا رسول الله. واصفان در وصفی تو حیران شدن، سرشناسان نیز سرگردان شدن یا رسول الله. صلی علی محمد، سیدنا محمد، نبینا محمد، حبیبنا محمد، صلوات بر محمد، صلوات بر محمد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في أذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليهم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله و الصلاة و السلام علی رسول الله. بخشیدیم ثواب و ثمره های آیات های مبارکه و ثواب و ثمرهایی که در این سخن های مبارک الله و پیغمبر یعنی حاصل شد. ثواب شد گذشتگانی همین اهل جمعیت، همین اهل خاندان، جمعی گذشتگی هاشون طریق رحمت شایسته جنت، خبرهاشون پر نور، آخرشون آباد بگردانی. این اتنبه که خدا خواهد انشاءالله
انشاءالله این ناز و نعمتهای خداوندی که آراست خداوند به درگاهت قبول نمای، سایبانی آخرت بگردانی. در این خاندان همیشه تینجی آرام خاطر جمی تنسیتی فیض و برکات عطا نمایی. همین دو نوجوانی که عقد نکاح شدن خداوند بین آنها محبت پیدا نمایی. در آینده فرزندهای صالح و صالح از خزائن غیبی خودت کرامت نمایی و چون این روزی خرسندی به کل خاندان ما نصیبه بداری. و در اینجا کسانی که اشتراک کردن پروردگارا و هم اهل خاندانم چی مقصد و چی آرزوها دارند، خواه دینی است و خواه دنیاوی، الله به فضل و کرمت برآورده خیر بگردانی. همین سخنهایی که گفتیم اولا به هر یکی مایان عمل کردن و میسر بگردانی. در عائله های ما تینج آرامی مهر و محبت یک دیگر فهمی را خداوند برقرار بداری. اللهم تقبل منا هذا الدعاء انك انت السميع العليم وتوب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى آله واصحابه اجمعین برحمتك یا ارحم الراحمین. خوش اومدین نوری دیده تاج سر. دستخونم دو کنی اکا بای محمد امین شما چی کس ویجیتری حاجی آمین 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 الله اکبر. سلامت باشید، سلامت باشید، خدا خواهد انشاءالله.